رئیس جمهور بشی راه کنیم برای ایران. اگه رئیس جمهور شدم در ایران، تمام سرانی که زیر دستم بودن، هر کسی که بچهش خارج از ایرانه رو بدترین مجازات رو براش میذارم. فرزند مسئولین اگر مهاجرت میکنن غلط میکنن مهاجرت. منم همین. اونا باباهاشون این کشور رو ساختن و غلط میکنی که میری این کشور برای پیشرفت. بابات که عرضه پیشرفت ساختن پیشرفت در این کشور نداشته، اونم غلط میکنه که مسئوله. هر مسئولی که فرزندش تخلفی میکنه از مسئولیت بذارنش کنار، به خاطر اینکه اون کسی که نتونسته خونش رو درست و سازماندهی شده تربیت کنه و مدیریت کنه، حتما نمیتونه مدیر خوبی تو جامعه باشه. شما اولین مسئولیتت خونته. تو که نتونستی بچه خوبی تربیت کنی، بچه ها پر از پرونده های دزدی، مال به مردم خوری، مهاجرت، توهین به پلیس هستن، غلط میکنی مسئولی. تو برو خونتو درست کن.